برنامه روزانه یک روزدار. برادر و خواهر روزدار، سعی کن در این ماه کسی در عمل صالح از تو سبقت نگیرد. شاید رمضان سال آینده بیاید ولی ما نباشیم. تهیه و تنظیم ابو حذیفه، شیخ موسی بازماندگان با صدای عبدالستار سماک. برادر و خواهر مؤمن، رمضان آمده تا مجالی مناسب برای کسب میلیون‌ها ثواب و همچنین پاک کردن ورقه های سیاه پرونده اعمال فراهم شود. مگر به دنبال رحمت خدا نیستی؟ قصرها و باغها و رضایت خدا را نمیخواهی؟ الان رمضان در پیش است و مبادا رمضان برود و ما دست خالی بمانیم. یک روز رمضان فرصتی بی نظیر و مجالی خوب برای نزدیک شدن به خداوند با انواع طاعات و عبادات می باشد، چرا که انجام اعمال صالح در این ماه آسان تر است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می گوید پشیمان نشدم همانند پشیمان شدنم بر روزی که خورشید غروب کرد و از عمر من کم شد ولی بر اعمال من افزوده نشد. برنامه‌های پیشنهادی: وقت سحری. چند دقیقه قبل از سحری بیدار شوید و به دعا و استغفار مشغول شوید. در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند هنگامی که نیمی یا 2/3 از شب بگذرد، خداوند به آسمان دنیا آمده و می‌فرماید آیا سؤال کننده ای هست تا درخواستش برآورده شود؟ آیا دعا کننده ای هست تا دعای او اجابت گردد؟ آیا خواهان آمرزشی هست که او را بیامرزم؟ و این تا طلوع فجر ادامه دارد. از عمرو بن عبسه رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند نزدیکترین زمانی که بنده به خدا نزدیک می شود در نیمه شب است. پس اگر می توانی جزو کسانی باش که خدا را در آن ساعت یاد می کنند. سحری را فراموش نکنید، حتی اگر چند دانه رطب، خرما و یا جرعه‌ای آب باشد، زیرا در آن برکت وجود دارد و خدا و ملائکه بر شما درود میفرستند و ثواب سحری خوردن شامل حال شما میگردد. بعد از طلوع فجر: الله اکبر الله اکبر. با شنیدن اذان صبح جملات اذان را تکرار نموده و با خواندن دعای اذان شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت را به دست آورید. 2 رکعت سنت قبلیه صبح که از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است را در منزل به جای آورده، سپس جهت ادای نماز صبح به مسجد بروید و با خواندن 2 رکعت سنت تحیه مسجد و وضو سعی کنید در صف اول قرار بگیرید تا از اجر و پاداش عظیم آن بهره برده و بشارت نور کامل در روز قیامت را دریافت نمایید و از صفات منافقان دور شوید. تصمیم بگیرید در رمضان نماز جماعت از شما فوت نگردد. با قرائت قرآن، ذکر و دعا تا اقامه نماز مشغول شوید. اذکار صبحگاه را در همین موقع یا بعد از نماز صبح بخوانید. فراموش نکنید که حضور در نماز صبح بسیار ارزشمند است و خداوند می‌فرماید این قرآن الفجر کان مشهودا. بیگمان نماز صبح محل بازدید و گواهی فرشتگان است. به قدر امکان سعی کنید چند حزب از قرآن را قبل از هر نماز خوانده تا بتوانید تا پایان ماه چند ختم داشته باشید. توجه داشته باشید قرآن و روزه 2 شفاعت کننده روز قیامت هستند. سپس نماز صبح را به جا آورده و اگر مقدور شد در محل نماز بنشینید تا خورشید طلوع کند و بعد از آن 2 رکعت سنت اشراق بخوانید که این نشستن با یک حج و عمره کامل برابری می کند. 2 رکعت نماز اشراق شروع نماز ضحی یا همان نماز چاشت به حساب می آید. اگر بعد از نماز صبح استراحت کردید، نماز ضحی 2 تا 8 رکعت بعد از بیدار شدن تا قبل از زوال در منزل یا محل کار به جا بیاورید.
بعد از آن اعمال روزانه خود را شروع کنید و در کسب رزق و روزی نیت را خالص گردانید تا در آن نیز اجر و ثواب کسب کنید، زیرا تاجر صادق همراه انبیا و صدیقین محشور می شود و بهترین خوردنی انسان چیزی است که از دسترنج خودش باشد. سعی کنید زبان را به ذکر خدا مشغول کرده و دیگران را جهت تقرب به سوی خدا تشویق نمایید و اگر منکری دیدید به نحو احسن آن را نهی کنید. در صورتی که در محل کار وقت داشتید خود را با تلاوت قرآن مشغول کنید. وقت ظهر. با شنیدن اذان ظهر سعی کنید فوراً به مسجد آمده و به ادا نمودن سنت تحیه مسجد و وضو و 4 رکعت قبلیه ظهر مشغول شوید. وقت باقی مانده را نیز به تلاوت قرآن بپردازید. سپس نماز را با جماعت ادا نموده و بعد از گفتن اذکار بعد از نماز 4 رکعت سنت بعدیه را به جای آورید و دوباره به کارهای خود مشغول شوید. وقت عصر. با شنیدن اذان عصر در مسجد حاضر شده همانند ظهر خود را به نماز، ذکر و تلاوت قرآن مشغول نمایید. قبل از مغرب. خانواده را در امور خانه یاری داده و قبل از غروب اذکار شامگاه را بخوانید. خواهران می توانند در حال آماده کردن افطاری زبان را به ذکر و دعا مشغول سازند یا با گذاشتن نوار سخنرانی از وقت خود بهره برده و آشپزخانه خود را به محل کسب علم و نزول فرشته ها مبدل کنند. با شنیدن اولین الله اکبر اذان مغرب از هر مسجدی که باشد با گفتن بسم الله و دعای افطاری اول با چند دانه رطب خرما یا آب روزه خود را افطار کنید. دعای افطاری: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تشنگی برطرف شد، رگها تر شدند و پاداش ان شاء الله ثابت گشت. بعد از افطار جهت ادای نماز مغرب به مسجد بروید. بعد از ادای نماز و سنت بعدیه به منزل برگشته با اهل و خانواده جهت صرف شام سر سفره حاضر شوید و شکر خدا را به سبب توفیق کامل نمودن روزه به جا آورید. وقت عشا. با شنیدن اذان عشا جهت ادای نماز عشا و تراویح در مسجد حاضر شوید و خود را با سنت و ذکر و تلاوت قرآن تا اقامه نماز مشغول کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که نماز تراویح را از روی ایمان و امید به پاداش خدا به جای آورد گناهان گذشته اش بخشیده می شود و کسی که نماز را با امام به جا آورد ثواب قیام آن شب برایش نوشته می شود. تذکرات: در حلقه های وعظ و ارشاد حضور داشته باشید و از آنها بهره ببرید. سعی کنید در حلقات قرآن که در مساجد یا منازل دایر می شود حضور پیدا کرده و به تلاوت یا استماع قرآن مشغول گردید. از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که به مسجد رفته و هدفی جز این که نیکی را یاد گرفته یا به دیگران یاد دهد نداشته باشد به اندازه اجر حج کننده‌ای که حجش کامل باشد اجر میبرد. در دادن افطاری به اقوام، دوستان و فقرا کوتاهی نکنید، زیرا ثواب کامل یک روزه‌دار به شما میرسد بدون آن که از ثواب آن روزه‌دار کاسته شود، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم توفیق برپایی ضیافت و مهمانی روزه‌داران را از خدا برای خود و دیگران طلب می‌فرمودند. در قبول کردن دعوت دیگران کوتاهی نکنید. خواهران برنامه غذایی مرتب برای خود بریزید تا اسراف نشود و هزینه ها پایین بیاید و خودشان نیز بهتر از اوقات رمضان برای تلاوت و استغفار و دعا بهره ببرند. خواهران با تهیه افطاری برای خانواده و مهمانان شریک اجر و ثواب روزه آنها خواهند بود. خواهرانی که عذر ماهیانه دارند از گوش دادن و حضور در حلقات قرآن و سخنرانی، خواندن اذکار و ادعیه و استغفار کوتاهی نکنند.
عزیزانی که به جای تلاوت قرآن وقت خود را به تماشای سریال و فیلم تلف می کنند، دقت داشته باشند که علما و صلحا در رمضان حتی کلاس درس حدیث را کم کرده تا بیشتر بتوانند قرآن بخوانند. آنچه در خانه آماده می کنید به عنوان هدیه به همسایه و اقوام بفرستید تا موجب خوشحالی آنها و کسب اجر روزه و صله رحم شود. در دادن صدقه روزانه اگرچه مقدار آن کم باشد کوتاهی نکنید تا شامل دعای ملائکه قرار گرفته و گرما و حرارت قبر را از خود دور کنید و همچنین با دادن صدقه بیمارانتان را درمان نمایید. به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال نیک از مرگ‌های بد جلوگیری می‌کند و صدقه پنهانی خشم و غضب خداوند را خاموش کرده و صله ارحام، دیدار خویشاوندان عمر انسان را زیاد می‌کند. و هر عمل نیکی صدقه است و اهل نیکی در دنیا اهل نیکی در آخرتند و اهل بدی در دنیا اهل بدی در آخرتند و اولین گروهی که وارد بهشت میشوند اهل نیکی و احسانند. با دادن زکات که 2.5% مال می باشد شر و آفت مال را از خود دور نمایید و باید دقت کرد که این درصد مال حق فقرا و مساکین بوده و اگر پرداخت نگردد کل مال را آلوده می سازد. آیا می خواهی تا پایان رمضان 2 ختم قرآن داشته باشید؟ کافی است قبل یا بعد از هر نماز نصف جزء را تلاوت کنید. در دعای خیر همدیگر را فراموش نکنیم. جمعنا و ایاکم فی جنات الفردوس مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا